عرض سلام احترام به خدمت شما دوستان نازنین. خوشحالیم که یک روز دیگر فرا رسید که در خدمت شما باشیم از کانال هرات برگ. دوستان نازنین، برنامه باغ سبز یکی از ولسوالی های دوردست ولایت هرات آمدیم که این ولسوالی مربوط به اوبه میشه. یعنی ما به منطقه کرشکیم کمی تا که نام خدا شما نگاه میکنیم از امو کو تا به می کوی دیگه کلا این هم سرسبزیه، هم زمینه و هم باغه. داخل یک باغی هستیم که حدودا شاید بالای 100 جوی باغ بیشترتر باشه. خدای پاک برای همین شخصی که می باغ وشوشگری میکنم بیشتر بده. خب دوستان نازنین، از شما یک خواهشی دارم، خواهش برادری که سابسکرایب و لایک و شیر آیات شما نرم زنگولگه کردم فشار بدیم. نمایشنامه و برنامه های باغ سبز میتونیم شما مشاهده کنیم، همراه ما باشیم. بیاین که برین خود شما از جوانا و برادرها سوالا و جوابای دارین که سعی کنین کاروبار از این مردم چیه. و یکی هم همه انگور کرشک، چند نوع انگور و چند روز بعد به خیر خوشی به دست میآید که باز بتونیم ما خوشی انگور از این جگاه بکنیم و به تصویر برای شما نشون میدیم. فعلا که کخ خورده نمیشه، همراه ما باشیم. ماما جان سلام علیکم. علیکم. زنده باشیم، سلامت باشیم. اسم شریف شما؟ محمد. خب ایتا اعصاب شما خرابه، پینک شما تروش، خیریت باشه شما رو به خونه بزدم یا بیکاریم؟ نه کار داشتیم رو بیکاریم. خب چه کار میکنیم؟ گلکری تی باغو همیشه کار. گلکری میکنیم؟ بله. خب روز چنده برای شما میدم؟ 200 میدم. 200 روپیه. چند نفر فامیل شما خرج خوریم؟ 7 تا هست. خب 7 نفر. دیگه هم دستیاره داریم؟ بله. بچه شما کار میکنه؟ بله. خب چند اولاد داریم؟ 4-5 تا هست. خب اینا 4-5 نفر کار میکنه؟ بله. خب خونه خود شما نه یا کرا میدیم؟ نه خود نه. الهی شکر. خب ایت ملک چیزی هم داریم؟ نه فعلا. خب بعد فعلا با میخریم. خدا بیتر میده. بیشتر. خب سند شما چنده؟ 40-45 هست. بیشتره ماما دیگه. بیشتر نیم. شاید میتونه باشه بیشتر. ماما جان هم یک به خاطر سوال خلق میشه برای بیننده، همیت کمک شما به برج از این دوستا گرفته تریم. مشکل چیزی داریم، مریض چیزی داریم؟ نه شکر. یا اخلاق شما میتونه؟ نمیتونه ولی. اگه 2 کلمه دیگه شما بپرسم تا گوش نمیزنی؟ نه. حقیقت؟ نه. خب پس از اینکه این رقم ماما جان یک لطفی بکنم یک چهاربیتی برای بیننده بخونیم. نمیتونم خونده. بتونستی میشه خونده. اگه تو خوری پلوی باشه یعنی هستیم دیگه نفر اول، درسته؟ آه. جور و سعدمند باشیم اگر مامار ما بخنده کنم. ما با عمر خوب خندیدیم هم. آه چرا؟ خاطر امروز خیلی نگرانیم. خدای پا خیر پیش کنه. خب سعدمند باشیم ماما جان، اگه شب خودمون نمیریم خوشحال میشیم. زنده بشیم. تیار خوشحال باشین دوستان نازنین. داخل یک باغ سبز، این برنامه هم سبز، اوبی هم سبز، بالاخره هستیم. خود شما همراه ما باشیم. چند نفر دیگه هم پرسان میکنیم، انشالله به خدمت شما هستیم. انشالله نام خدای پاک بیشترتر بارندگی بده به این منطقه سرسبز که این باغا بیشتر جل و بل داشته باشه، بیشتر انگور داشته باشه. لالا مونده نباشیم. میشه یک دفعه از جا خود بلند شیم خیر ببینیم؟ مونده نباشیم. ساعت شما خوبه؟ سلامت بخیر. زنده باشیم. نام شریف شما؟ معرف کوچک شما. قربان شما. برارمانیم. همین شما علف میداره این گپ بزنین که این باغ از شمانه یا بدون اجازه آمدیم داخل باغ؟ این باغ خوده از بسرعه از ایجاربا مامان. آها ماما شما؟ بله. خب چند دونه گوسفند داریم؟ یک 10 تا هست. خب گاو هم هسته؟ بله
بیمانی یک دونه گوی هست. خب گو شیریه یا گوشتیه؟ نه شیریه. خب این بگیم که امی علفات تر تازی هم هست، امسال علف زیاد هم هست. روز چند من شیر میده؟ روزی یک من صبح میده، یک من شوم. الهی شکر. خب اینا رو به فروش میرسونیم یا میخوریم؟ اینا رو میخوریم. خب بسیار خوب. گوسفندا چی رقمه؟ گوسفند زیده هم هسته؟ بله یک 5-6 تا زیده. خب اونا رو هم شیر ماسا اینا رو میخوریم؟ اونا رو هم شیر ماسا چی میشه؟ داد خدا همسایه زیاده. بسیار خوب. الهی شکر که یک ثوابی به شما میرسه. همین برای بیننده بیشتر بگیم، توضیح بدین که همین شیر ماس گو بیترتر لذت داره یا از گوسفند؟ از گو خب فرق میکنه. گو دیگه اوله. خب یعنی از گو بیتره؟ بله اول گو رد گوسفنده. خب بسیار خوب. خب باز چی مصروفیت دیگه داریم شما؟ دیگه همین کشاورزی، مثلا گندم، همین تو تکشت و اینا مثلا. خب چند جریب زمین خود داریم؟ شاید 10 جریب داشته باشه. الهی شکر، الهی شکر. از چند برادریم؟ پدر اجی آقا عیاد دارم. بله. خب برادرها چند نفرم؟ 7 تا این داد خدا. از 7 برادریم. بله. زمین ها هم کلا شراکته. بله. خب گزارش زندگی شما میشه؟ بله. بسیار خوب. از اینکه گزارش شما میشه و دوستام هم اشاره میکنم که بلالا بگیم که یک 4 بیتی برای ما از داخل می جویی باغ برای ما بخونم. 4 بیتی؟ بله. خواهد شد. پاشته نمیشه. 4 بیتی خود نمیشه. هر رقم آهنگ بلدیم بخونیم. بشینیم بخول بشینیم. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. این خاک وطن نیست. این خاک چیزی باست ولی خاک وطن نیست. این خاک وطن نیست. در میمنه و کندوز و فراه و بدخشان، در لوگر و لغمان، در میمنه و کندوز و فراه و بدخشان، در لوگر و لغمان. لطف است که در دهلی و برلین و یمن نیست. این خاک وطن نیست. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. این خاک وطن نیست. این خاک وطن نیست. ماشاءالله نام خدا یه هم از طرف ما برای شما تقدیم از اینکه آهنگ مقبولی خوندیم. دوستایی که شما به کشورهای اروپاییم خارجیم، هر رقم خانه شما قشنگ باشه. واقعا راسته که هر برادر کمی آهنگ سرودم تشکر از شما اینام نعنای واوا. انا واقعا که هرچی قشنگ باشه خاک وطن نیست. واقعا که نیست. وطن همین جگاه است. وطن نمی منطقه ما همی کرش که خاک ما نمی کرش که مربوط به ولسوالی او میشه. همراه ما باشیم دوستای نازنین. برنامه باغ سبز ادامه داره. تشکر از شما. دوستای نازنین خدا کنه برنامه تا به این لحظه برای شما خسته کن نبیده باشه. انشالله نیه. دوستای نازنین برنامه باغ سبز در کنار یک عجیب برادری هستیم که از اینا خواهشمندیم که اول نام شریف خود برای شما میگم و بعدی هم سوالا رو آغاز میکنیم. عجیب برادر سلام داریم به خدمت شما. اگر نام شریف خود بگیم. جلال الدین. بسیار خوب. از کجا هستیم؟ ما از این قریه پایین‌تر به نام شاهینان که میگم. شاهینان. بله. از شما بشنیدین که اینجا میدیم گفتیم باشه بیایم دیدن از شما بکنیم و خبر از دوستا بگیریم. قربان شما، تشکر از لطف شما. منطقه شما چرا شاهینان میگم؟ یعنی چی؟ شاهینان که بود ما خو یاد نمیدیم از گفته می بزرگا و رسیفیدای قدیم میگفتم که شاه آماده بوده به زمانهای قدیم. این شاهینان همین اینجا که نان خورده بوده چی رقم منطقه به نام شاهینان اسم گذاشته بوده. همیشه که یعنی شاه بیامده بود اینجا نان خورده بوده، منزل زده بوده که یک جای میرفته یا بالاتر یا پایینتر اینجا به نام شاهینان اسم کرده که نان شاه. فهمیدی منطقه به نام نان شاه. بسیار خوب. بسیار خوب. خب انال همی شخصی که آماده گپ بزنین که از این افغانستان ما و شما بیده؟ 100% دیگه از این افغانستان بوده، دیگه از این شاه و امیرای قدیم بوده دیگه. بله.
از 100 200 سال به بالاتر. بله راست میگیم. بسیار خوب بسیار خوب. خب اجی ماما جان شما ایر بگین که چند نفر اینجا چند خونه زندگی میکنه؟ خب زندگی خب به هر قریه که خیلی بیش از 500 خونه 400 خونه به هر قریه بیشتره دیگه. به منطقه شما چند خونه؟ تقریبا شانون که هسته 13 مسجد داره. نفوسی خیلی زیاده. بله مشکلات هم خیلی زیاده و نفوسی هم خیلی زیاده. پس میته که شما میگن 3-4,000 هم 4,000 4,500 5,000 نفوس داره. بله الهی شکر الهی شکر. بله میگه شاعر گفته نون پیاز پینک بسته. نه دیگه نون پیاز پینکی باز. درسته. الحمدلله مردم اوبی همگی پینک نباز نون پیازه. نه واقعیت هم تو به شما بگم عزت و احترام واقعیت خیلی دارم مهمون نوازم با ما معلومه. بسیار خوب تشکر از شما. خوشحال شدیم با اجازه شما. قربان شما. بخیر باشین دوستان نازنین. برنامه ادامه داره. برنامه باغ سبز همراه ما باشید. دوستان نازنین طوری که شما پیشتر مشاهده کردیم بازم ما به داخل باغای کرشکیم. کرشک یعنی انگور کرشک خوردیم دیگه که مربوط به اوریسولی اوبه میشه. در کنار ما یک جوانی هستم از اینا خواهشمند که نام شریف خود برای شما بگم. لالا جان سلام دارین خدمت شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قربان شما. نام شریف شما؟ نام شریف ممسر عبدالله از ولایت هرات ولسوالی اوبه قریه کرشک. ماشاءالله. تا ما از بزرگان نپرسیدیم شما اطلاعی دارین که چرا کرشک میگن؟ از سابقات همین نام به کرشک بوده دیگه. به نام کرشک به یدی پیار ببی ما همین نام کرشک دیگه. ما هم نمیفهمیم که چی دلیله. یک حساب دشته دیگه. بازم شما حتما معلومات بله ما معلوماتی نداریم. بسیار خوب. شما مستریم؟ بله. خب مستری فرغونیم یا موتر؟ دیگه فقط از مبلین و گرس و میتونه دیگه برو بالا آن کاری که باشه. پیران سفید و برخو کنیم دکتر شدیم. بله آسای. ها شما گرس رنگ کور داشتیم دست خو گرفتیم. بله. مبلین نهور داشتیم مستریم. مستری صاحبی. بسیار خوب. این تا روزی بوده باشه به این مدت که یک مسلمان ماشین بیاورده باشه و بیشتر خراب کرده باشیم؟ امکان نداره که نشده باشه. خب چند دفعه موتر مردم ترایی کردیم در دیوالا زدیم؟ به عمق زرسن دخو یک دفعه دور کردم به زیر تیلهر. بابا هیلا؟ بله آسای. تاون است تو نام شما؟ نه خود متیار کردم ببردم درد کنه استاد کردم. خب چیزی نگفتم؟ نه چیزی هم نگفتم. بسیار خوب. گپ بزنیم که حساب منطقه شما بله. بیشتر جوانا به چی کاری مصرفن؟ به می دیگنیه دیگه باغداری و دیگه می بابت کشت کاره دیگه کاری نداریم. خب لالا همین باغی که فعلا ما و شما هستیم داخل می باغ حدوداً شاید بالای 200 جوه انگور بیشتر باشه. از کی نه فامیلا یا دوستا شما نه؟ ای از می دوستای از پیار جرباب صاحب از می دوستای از همسایه نزدیکم. همسایه شما؟ بله. بسیار خوب. وقت انگورا برای شما انگورم میدن؟ بله. چرا که نمیدن؟ به گریه میشیم یا نه؟ نه همین آزادانه میکنیم میبریم میخریم. خود شما باغ دارین؟ بله. سعی کنیم بینندای عزیز اینا هم باغ دارن هم سوء استفاده میکنن. خوب دیگه ملک کرش که میته ملکیه که میوه و دست ما شوگدای نداره. همه ملک داره. سعی کنیم همین چیزی که شما داریم همینجی انگور داریم میوه‌دونه دیگه دارین دیگه با چیه که میریم به باغا مردم گدایی میکنیم؟ باغا گدایی نمیکنیم ما. جگرم میخریم خود دوستا آشنا میته داخل باغ میخریم. خود چرا به باغ خود خونه میریم؟ به باغ خود هم میریم ما. نه خود شما میریم به باغ خود. جو تیار باشین. خوشحال شدیم. بریم چاشت خود شما. جو تیار ساعت بشین. سلامت باشین. خود شما. باشه بخیر باشین. دوستان نازنین برنامه باغ سبز از منطقه کرج که مربوط به اوریسولی اوبه میشه. همراه ما باشین چند جا دیگه هم میریم. دوستان نازنین طوری که مشاهده میکنین داخل باغای کرشک که مربوط به اوریسولی اوبه میشه ما هستیم. خودی دوستا در کنار ما جناب محترم جرباب صاحب این قریه هستم که امروز هم دعوت از ایناییم. تشکری میکنیم از اینا که واقعا زحمت کشیدم. نام مبارک خور برای شما میگم و سوالا را آغاز میکنیم. جرباب صاحب سلام به خدمت شما داریم. نام شریف خور بگید. علیکم سلام. ارباب ابراهیم از قریه کرشک. بسیار خوب بسیار خوب. جرباب صاحب ایر بگین که چی مدت میشه شما مسئولیت قریه رو به دوش دارید؟ تقریبا 4 سال میشه که خب مسئولیت این قریه به دوش مونه. بسیار خوب. همین خرج و مصارف زندگی
از اربابی جمع میکنیم یا کشتکاری داریم؟ نه کشتکار داریم، باغداری داریم، زمینداری داریم، دیگه کار سودا معامله اینو میکنیم. همین کار ما، وظیفه ما بخش می انگورا باغا رو اجاره میکنیم، کشمش جور میکنیم، اینا رو میبریم به ایراد به تجارا میفروشیم و خرج و مصارف از اون در میاریم. الهی شکر. خب پس همین مور و تاپی که شما میزنیم بروی یک کاغذ پول میگیرین؟ نمیگیریم، ما به خاطر خدا به ملت خو خدمت میکنیم، کمک میکنیم، این چیز ما نمیگیریم. بشک به خاطر خدای هر چیزی، هر کار خیری. خب یک شخصی مثال یک اسنادی آورده مر زده به پیش شما، بله. شما پول نمیگیریم، بازم خدا واسه پول تقدیم کردم برای شما برگشت ندادیم؟ بودیم، چرا نمیگیریم این پول؟ نه کاش که شما ارباب ما میبودین. کاش که بودی. نمیشه گردن بند باشه. خب ما که ارباب نداریم، چون به شهر وکیل محل داریم، باور کنین که 496 روپیه ندیم اگر مور برو کاغذ بچسبونن که به چی پیاری نباشه. راست میگم. من به مدت 4 سال به همین مردم خدمت میکنم ولی یک پینجه هم از یک نگرفتم. همینطور به خاطر خدا هم مور مفت و مجانی به مور میکنم. دیگه کار داشته باشه به ولسوالی به غیریه و به فقیرایی که داشته باشیم خدمت میکنیم. چیزی مثلا از لحاظ مالی، چیزی از لحاظ چیزی که بتوان ما باشه به خدمت. الهی شکر. خدای پاک هم برای شما عوض می پول برای شما مزد بده. آمین. زنده باشیم. اجی ارباب صاحب خود شما بگیم که باغ اگر داریم از خود چند دونه باغ داریم؟ اگر زمین داریم چند جریب داریم؟ ما تقریبا یک 10 جریب زمین دارم، یک 8 جریب هم باغ دارم که بالای مثلا 50-60 جوی باغ میشه. خب دیگه حاصل و محصول خوبی برابر میده از زمینا. الهی شکر. خب همین باغ شما که میگیم چند جوی باغه، در کنار از این مثل میوه شفتالو، بادام ایت چیزام داره؟ بله، بادام داره، جوز داره، دیگه الو و زردالو داره، دیگه سیب داره. همین میوه هایی که فعلا رست و انات همین مردم همین هم میگه رواج هست داره. بله. الهی شکر. ما شما تشکری میکنیم. قربان شما. تشکر از ارباب صاحب که زحمت کشیدیم به این منطقه، از صبح همراه ما بودیم. زنده بشیم. ما همچنین خوشحال شدیم. خیر بینیم. قربان شما. دوستای نازنین، خدا کنه که امروز این برنامه از قریه کرشک برای شما که مربوط به ولسوالی اوبه میشه لذت بخش بوده باشه، یعنی برنامه برای شما خستکون نبوده باشه. دوستای نازنین، ناگزیر این که با شما به این جگاه که به داخل می باغ هستیم جمع دوستا و ارباب صاحب خداحافظی کنیم، به خاطر از اینکه برنامه همین قدره اگه کمی کسری از صبح بوده ما به بزرگواری خود عفو کنیم. دوستای نازنین، تا به فردا شب که باز کدو قریه، فعلا ما تا چند شب دیگه به اوبی هستیم، ان شاء الله باز به خدمت دیگه دوستان میرسیم. تا به فردا شب شما به الله پاک میسپرم. خدا حافظ و نگهدار شما.